ما دکان داشتیم زیرزمینی متروپول در اسپنزر روبروی وزارت اطلاعات کلتور. همیشه بچه‌ای که بود فروشی میکردن بچه‌ای پنشیری بودن، اینا بود فروشی میکردن. امینا مرا همیشه زور و جذبه میکردن که ما شما را یک روز از افغانستان میکشیم. و همون روز شد که سال 92 اینا شروع کردن در کوارتر پروان سر خانه های مردم تپیدن، همراه کلاشینکوف مردم را ترساندن، روز مردم را کش کردن، یخانه کش کردن. یکی را بردن که 100 لک روپیه بده، یکی را بردن 50 لک روپیه بده. البته 60% مردم پنشیر بود، 30-40% دیگه مردم شمالی بود، به شمول انور دنگر. که دو دانه موتر خود شخصی ما را از خانه ما کشید، به زور خود برد. یک دانه موتر بنسا، یک دانه موتر تریتار. اینا ما را در سال 92 از افغانستان کشیدن به زور جنگ و تقریبا در حدود 8-9 نفر ما همون وقت از اینا جوان نفرها خدا شهید هم دادن که یکی از اینا پسر کاکای می بود که در درخت شنگ شوربازار بردنش در سینه‌اش که برچه زدن. 1-2 نفر در پیش سفارت پاکستان و 2 نفر در مابین تاکسی تا کردن از کوارتر پروان که مرمی زدن. اما وقت کل گیره معلوم است که کل کوارتر پروان، کل منطقه کوارتر پروان تحت اثر پنشیر بود. کمی کوچ خدا گفتیم باقی سامانه خدا چیزی دار و ندار 500 سال 1000 ساله پدری که داشتیم. روز بعدش رفتیم پل خشتی داد سر پل خشتی لیران کالای مافتیدگی بود بشه همین کسایی که کالای خونه را میفروشن. از راه پاکستان هندوستان رفتیم کوچه به کوچه در امسال پاییدیم، کوچه به کوچه گشتیم که تا بسیار به سختی بر خود خانه کرایی پیدا کردیم، خانه اولادا را جابجا کردیم. ما ملیتی بودیم که نه کدام روز سلاح به کسی برداشتیم، نه به کسی جنگ کرده بودیم، نه به کسی غرض داشتیم. در دوران طالبان ما را غرض نگرفتن. طالبان و همراه سردارا هیچ کار نداشتن، گفتن که این بیرق در امسال